بخاری دوستان، کتاب فضائل القرآن، صحیح بخاری، باب 5، قرآن بر 7 حرف نازل شده است. روایت شماره 4991 از ابن شهاب، از عبیدالله و عبدالله، از عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس که پسر عموی محمد بود، نخستین مفسر قرآن. روایت است که رسول خدا فرمود جبرئیل قرآن را بر 1 حرف بر من خواند. از وی طلب زیادتی کردم، یعنی در قرآن ما طلب کردم، محمد به جبرئیل گفته قرآن را تحریف کو و پیوسته طلب زیادتی میکردم و زیادت میکرد تا آن که به 7 حرف رسید. یعنی کلام الله نه تنها این که 1400 سال قبل امروز برای ما تحریف شده باشه، از وقتی که از پیش خدا پایین آمدن کلام خدا را تحریف کردن. کلام خدا تحریف شده. آیا ما وقتی میگیم تحریف شده یعنی چی؟ یعنی این که اگر من اینجا میایم 1 خط می نویسم، تو 1 نقطه از اون خط را حذف میکنی، کلام من را تحریف میکنی. کلام من دیگه تحریف شده است. حتی اگر واژه هایی را میاری که مترادف باشن، واژه های مترادف،